خرسندی باید 1 تومن دنیا است یا نمی بازار برش نخد بهترین پوشونش بعدی سرش باید پشیمون نشوی. در حیاتی میگن نکردی شادم، بعد از مردن چی لازم داد و فریادم. بعد که جانش برمد ای دنیا برمد 1000 سر در سرازن محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زنی سری خود به سنگ خورم. دوباره اتت خدا خود نمی آید، دوباره افت نمی آید که بعد 1000 عرض کنی میروان از دنیا. امروز غنیمتن، تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نه آید بکار، نمی آید بعد پشیمانیات. من 1000 آرزو که 1000 سود که چندین جوانا پیش با من از دامنا جان. امروز دنیا را یافتم لیکن پدر را نمی آورم. دنیا را یافتم مادر کنی مادر باشه امروز حجش برم، کنی پدر باشه یک بارک حجش برم. نه که زنده بود قدرش نمیکردیم، زنده بود قدرش نمیکردیم. لیکن بعدی مرد خدا خواهد و گام سرشید میشود. انسان بعد با قدر میشه. یک بار خدا خواهد لحظت نزند بعد پدر در کار است، بعد مادر در کار است. از پدر مادر بهترین وصیتگو در دنیا نیست عزیزانی من. اگر آدم کشته بیا اتتگو اپتگو یک کس نمیگه یا میگه یگان کس بیان نمیکنه، اظهار نمیکنه، همون درد تا گوره میبره. چون دوست است یا حقیقی دوست خدا خواهد. گفتی شاید میگن مردم ها میگن امک بجای پدر نه فندم نکنه جای پدر دیگره. مردم ها میگن خاله بجای مادر نه فندم نکنه جای مادر دیگره. ای جاش دیگره و هیچ کس جاش نمیگیره. آدم که تمام زنی دنیا جمع که در خانت جای ور نمیگیرد. ولی می قدرش نرسه انشاءالله خدا خواهد. حرمش نبجا بیار، عزتش نبجا بیار. باور نکن ناراضی باشد نمازت قبول نیست، ناراضی باشد عبادتت قبول نیست. الله سبحانه و تعالی عمل همش حبته. آکی والدین خدا نمیبخشه. یاد نبرم کسی که آک میشود الله نمیبخشد. برای چی ما قدری پدر مادر نمیرسیم دیگه سوال نه جواب؟ ما چونکی نماز نمیخونیم. اگر نماز خونی قلب ایمان نور ایمان درای انشاءالله خدا خود چنان مهربان میشه که حتی یک مورچه را آزار نمیتی. حال انسان از کل ما انسان آزار داده شده، هیچ کس آزار نمیتی. چون که خداوند انسان در قلبش ایمان که جار کرد بسیار مهربان میشود، بسیار مشفق میشود، بسیار شیرین زبان میشود، دل آزار نمیشود.